موافق تشخیص گنتیکی که در پرونده جنایتی از طرف مقامات تفتیشات پیشکش کرده است، در آنجا میگم که پدری زاید سعیدوف احتمالیت پدریش برابر است با 99 از 1099 فایز. 99 از 109 طبق تشخیصی که یعنی گویا گذرانده است تفتیشات پیشکی. و در وقتی که من با اونو با درخواست مراجعت کردم که همون خلاصه تشخیصی که تفتیشات گذرانده است همون به من نشان دادن، اونا قانع کردن و به من نشان دادن من این خلاصه تشخیصه که طبق آن یعنی احتمالیت پدری سعیدوف و کلی رد کرده می شود و اونا پاسخ دادن که این یگانه اون خلاصه هست که ما یعنی با اون موادهای پیشنهاد نموده تفتیشات پیشکی خلاصه دادگی هستیم، دیگر خلاصه نیست، همین خلاصه است. و از این میبراید که یعنی نماینده های تفتیشات پیشکی این تشخیص خلاصه تشخیصی که پدری سعیدوف را به کلی رد میکند گرفته در کجا و چی طور یعنی با کدام تکنولوژی ها وای کردن و این ساختکاری کردن به سود پیشنهاد میکنند که گویا احتمالیت پدری زاید سعیدوف برابر است با 99 از 1099 فایز.